به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اگر خواهی که بدانی الله تعالی چگونه انسانها را دوست می دارد، پس به آیت‌های زیرین یک نظر بینداز. یکم، بسم الله، به درستی که الله تعالی کسانی را که از گناهانشان بسیار توبه و استغفار می کنند دوست می دارد و کسانی را که بدن خود را از نجاست پاکیزه نگاه می دارند دوست می دارد. سوره البقره آیت 222. دوم، بسم الله، الله تعالی نکوکاران را دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 134. سیوم، بسم الله، الله تعالی صابران را، یعنی کسانی را که بر مشقت طاعت و عبادت صبر می کنند و آن را انجام می دهند و از لذت گناه و معصیت صبر و خودداری می کنند و از آن دوری می جویند و بر تلخی مصیبت صبر می کنند دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 146. چهارم، بسم الله، الله تعالی کسانی را که نفس خود را از گناه و معصیت و بدن خود را از نجاست پاک نگاه می دارند دوست می دارد. سوره التوبه آیت 108. پنجم، بسم الله، الله تعالی عادلان را دوست می دارد. سوره المائده آیت 42. ششم، بسم الله، و درستی که الله تعالی تقواکاران را، یعنی کسانی را که از چیزهای شبهناک تقوا می کنند و از چیزهای حرام دوری می جویند دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 76. هفتم، بسم الله، و درستی که الله تعالی کسانی را که در همه کارشان بر او توکل می کنند دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 159.